احادیث قدسی. اهمیت صبر بر قضای الهی. خداوند عزوجل در تورات می فرماید هر کس به تقدیر و قضای من ایمان نیاورد و بر بلای من صبر نکند و بر نعمتهایم شکر نکند، پس پروردگار غیر از من را بگزیند. هر کس صبح کند در حالی که بر دنیا غمگین شود، بر من خشمگین شده است. هر کس در مقابل ثروتمند به خاطر ثروتش تواضع کند، 2/3 دینش برباد رفته است. الجواهر السنیه صفحه 66.